اگر وارد شما خالی است از عواقب مالیاتی آن غافل نشوید. سلام. امروز میخوام راجع به مالیات بر خانه‌های خالی صحبت کنم. در قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای 100,000 نفر جمعیت در هر سال مالیاتی مجموع بیش از 120 روز اگر خالی از سکنه باشند مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند. مالیات بر خانه‌های خالی به صورت سالیانه محاسبه می‌شود. ملک‌هایی که بیش از 1 سال خالی باشد مالیات قابل توجهی بهش تعلق می‌گیرد. این مالیات بر اساس ارزش اجاری ملک محاسبه می‌شود. جریمه عدم پرداخت مالیات خانه‌های خالی به صورت ماهانه بر مبنای اجاره ماهیانه محاسبه می‌شود با ضرایب سال اول 6 برابر مالیات مطلقه، سال دوم 12 برابر مالیات مطلقه، سال سوم به بعد 18 برابر مالیات مطلقه محاسبه می‌گردد. نکته: خانه‌های خالی که در حال ساخت هستند و یا به دلایل خاصی قابل سکونت نمی‌باشند از پرداخت مالیات معاف می‌باشند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانواده می‌تواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی خود به عنوان واحد فرعی ثبت و شناسایی نماید که به این واحد فرعی مالیات تعلق نمی‌گیرد.